با عرض احترام مجدد ما میخواهیم که تشکرات مخصوصی از برادر عزیز گرامیم صادق صاحب کنم. وقتی که در افغانستان بودم اونا بسیار مهربانی کردن، با ما بسیار همکاری بسیار مزید کردن، خصوصا در قسمت تشریح و توزیع مرام دیورند جرگه. هدف ما از دیورند لاین چیست؟ در این قسمت بسیار از نظر سیاسی بسیار فعال بودن. ما از شما صادق بسیار زیاد تشکر میکنم. دائم شما در حق ما مهربانی کردین. خداوند شما رو خیر بده. و ای که شما در افغانستان در اون شرایطی که ما بسیار شرایط ضیق بود با ما همکاری کردین، ما شما تشکر میکنیم. فقط ما یک ویدیو کلیپ نشان میتونم ببینین که مردم راجع به دموکراسی گپ میزنه. شما ببینین که سردار شهید سردار داود خان، شما ببینین که دموکراسی رو چطور تشریح میکنه. بعد از نشان دادن این ویدیو کلیپ ما تلفن های شما رو میگیریم. در حدود 2.5 ساعت ما تلفن های شما رو خواد گرفتیم و سوال داشتین و انشالله که شما ما صحبت خواد کردم. اگر شما که اون ویدیو کلیپ نشان بتین و پس میم تلفن های شما رو میگیریم، انشالله همراه شما صحبت میکنیم.
مدت‌ها سپری شد و مسائل زیادی به عمل آمد تا عواملی را که نظر به تجارت و شکل‌های مختلف مانع رسیدن به چنین غلطی میشد تدریجاً از بین ببریم و مخصوصاً در مملکت امنیت قابل اعتباری قائم سازیم که تحول مثبت اقتصادی و اجتماعی را به صورت سالم اجازه دهد و نسل جوان احساس مسئولیت بخشد و از نشونهای ارتجاعی جلوگیری کند. پس از طی این مراحل دیگر علت سراغ نداشتم که در وطن ما صفحه جدیدی به غرض رسیدن به هدفها باز نکردند. من برای سعادت آینده وطن خود جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم. به نظر بنده تهداب اصلی چنین یک وضع اجتماعی تأمین کامل حقوق مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی است که نباید به دو اتفاق ظاهر یا پوشیده خلل وارد شد. این آرزوی مقدس بود که مراودات ساخت 10 سال قبل من و رفاقایم پیشنهاد آخرین خود را به حضور شاه پیش و تطبیق آن را برای خیر و سعادت ملت افغانستان تمنا کنم. آن آرزوی مقدس چرا با این بی‌سر و سامانی مملکت منجر گردید و چرا آن رفقای ضعیف و نفس از اصل هدف شهید سردار محمد داوود در سال 1000 مدت مسئولیت‌های مختلف در خدمت وطنم همیشه در جستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان مخصوصاً طبقات محروم و نسل جوان مملکت یک محیط مثبت و واقعی نشو و نمای مادی و معنوی میسر گردد. با عرض سلام مجدد شما میفهمین که مرحوم سردار داوود خان در قسمت به دست آوردن و حل مسئله دیورند بسیار مسائل زیاد را به خرج برده و به خاطر یاد بودش و ای که وقتی که یاد داشتن در قسمت ترقی و تعالی افغانستان چقدر کار کرده روی شاد باد و ما باید در نظر بگیریم که ما داشتیم اشخاص مثل داوود خان اگر اونها زنده می بود فعلا افغانستان شاید بسیار به سوی بالا ترقی میکرد. یک موضوع مهمی است که آیسای از روز تولدش به اصطلاح 1947 یگانه هدفشی بود که افغانای ما را به قتل برسانه و نوزت افغانا را از بین ببره و شما ببینید که این آیسای هر کاری که دستش میاد در مقابل مردم افغانستان میکنه و هدف و مرامش از این است که بتانه اهداف شوم خود پنجابی ها را پیش ببره، بالخصوص اردوی پاکستان. به این ترتیب ما براتون بگویم که وقتی که افغانستان ما بودم دو تا در خطر قرار گرفتم توسط آیسای و نوکرای آیسای و یک مسلم ماست که ما در مقابل فعالیت‌های خائنانه آیسای در افغانستان باید ما برزمیم به اصطلاح مبارزه کنیم. به این ترتیب ما در 2013 می‌خواهیم که فعالیت‌ها خود زیاد کنیم در داخل افغانستان بالخصوص در اروپا. و یک خبر خوشی است که ما در خود افغانستان بودم یک چند برادر به اصطلاح یعنی از مصرف شخصی خود موظف ساختم که در داخل خود پنجابی برن موضوعاتی که به مردم افغانستان مربوط است و موضوعات به اصطلاح به اطلاع ما برسانن. مال تلفن‌هایتان میگیرم، نظریات شما را میشنوم. یک چیز را باید ما بگوییم که اگر از نظر نقطه اسلامی ببینیم کشتن یک مسلمان توسط یک مسلمان نارواست
و یعنی ظالم باید مظلوم به قتل نرسانه، اما اگر مظلوم از خود دفاع نکنه این گناهی داره که ظالم مرتکب از او گناه میشه. به این ترتیب ما کوشش میکنیم که در مقابل پاکستان برزمیم، چیزی که مربوط ماست، خاک ماست، بندر ماست رو به دست بیاریم. به اون ترتیب ما کوشش میکنیم که تلفن‌های شما را بگیریم و در این حال ما کوشش میکنیم کسایی که میخواین که در ایران با ما کمک کنن، ما از تمام برادران بلوچ خود، برادران هزاری خود، برادران اهل تشیع خود، افغانای خود خواهش میکنیم که با ما تلفن کنن، چیزی که میتونن بر ما کمک کنن. ما به اصطلاح فندریزینگ پیش میبریم. امروز ما میخواهیم که شما بشنویم، امید است که با ما کمک کنین در این مبارزه ملی که حیات مردم افغانستان و حیات افغانای ما به این مبارزه ما وابسته است. این دایه مردم افغانستان است. ما مشترکاً باید اتحاد کنیم باعث یک وجود واحد در مقابل بی‌عدالتی دولت پنجابی آیسای مبارزه کنیم. دیورند جرگه صدیق متین در خدمتتون است، امر کنید صاحب. بله سلام علیکم، مشتری گپ میزنم از جرمنی. السلام خوار جان گرامی، چی حال دارین صاحب؟ شما خوب هستین؟ سلامت، تشکر. یک دفعه اول من امروز شما با تماس شده بودم. بله صاحب. و بسیار به مشکل ولی باز دوباره به تماس شدم. به خاطر ما بسیار زیاد خوش هستم که مثل شما و یک آدم بسیار مهربان و انسان بسیار راست در کار شما پیش میبرین که یعنی بسیاری مردم صرف گپ زدن، عملی چیز نکردن. زنده باشین. خوارجان گل در جرمنی تو شنیدین که بسیار فعالیت‌های خوب هستن و بسیار مردمای خوب در فعلا کار میکنن. بله بله من میخواستم که یک حصه از این ارگانایزیشن شوم. خب بسیار خوب. همشیری محترم اسمتون رو تکرار کنین دوباره. بله مشتری صادق. خوارجان گل باشین که امی تلفنتون ما میگیرم و در این حال اگر شما توانستین با ما یک کمک مالی کنین ما قدردان شما خواهد بودیم. بله میرم. من میخواستم بگویم که من سابقا یک چند کمکی پول که توانستم برتان روان کرده بودم و اینجا ما یک چند گروپ زنها دیگه هم هستن که میخواین که ما برشان زیاد گفتم که یعنی بسیار یک مردم های خوب هستن و میشناسیم و به خاطری که یعنی صرف گپ نزدن، عملی به خاطر افغانستان، به خاطر مردم یک کار را پیش بردن و گروپ ما هم خواستن که به شما یک کمک کنن و به می دفتر به می مقاصد به می چی میگن یک گل که شما پیش میبرین، یک و فارسی چی میگن دیگه، یک گل. بله فهمیدم. خوارجان ما شما را در هولد میندازم، اونجا در دفتر تلفن می پیکاپ میکنن که شما صحبت میکنن. باز ما میخواستم که درباره این پول معلومات بگیریم. اینجا چند نفر من پرسان کردم، گفتم که I want to satisfy myself که این پول شما پس یعنی کنترل از این چطور میشه و چه قسم مصارف از این میشه. آیا مطلب ما میخوایم که کار همیشه پیش بره تا که یک مقصد خود ما رو به دست بگیریم. شما میتونید که عضو شوین ماهانه بر ما کمک کنین و این پولتون در اکانت مرکزی دیورند جرگه که اکانت رسمی است که دولت امریکا راجستر است، به تمام اعضا معلوم است. بازی در اینترنت برای کلگی. من میخواستم میره معلومات بگیرم. اینجا من چند نفر پرسان کردم، تو تسلی بخش بر ما نگفتن. ما میخواستیم که می مسئله ثابت شود یا روشن شود سر ما که بله پس درست مصرف میشه یا ما که پول روان کردیم یا دیگه به ذریعه دوستا که ما وار تشویق میکنیم که شما بله به اینجا کمک کنین که یک کاری هست که به خدمت وطن ما است. بله کاری است که بله تاریخ ما را پس ما سر زنده میکنیم. آیا باید کمک از طرف کلگی ما شود. و هیچ کدام شده جواب تسلی بخش برام ندادن. به خاطر خواستم که پس امر خودتان تمام شون. خانم صادق شما میتونین دو قسم با ما کمک کنین. یکی که برنامه تلویزیون با ما بخرین از تلویزیون خطاب صاحب. ما برای یک ساعت میتیم تقریبا $350. شما میتونید که یک برنامه را بخرین، یک ساعت برنامه ما را بخرین یا نیم ساعت برنامه رو بخرین و یا ایست که باز اکانت ما در تلویزیون مندازیم، شما در اکانت ما پول روان میکنیم و یا ای که کدام بالانس شیت شما دارین یا
به حساب که مطلب کل عضو باید بفهمه هر کس مطلب هر نفر که میخواد پول روان کنه پس یا عضو شما در جرمنی هستن بله در جرمنی ما اکانت واس کردیم در رئیس سازن ما را که بله آی پول صحیح مصرف شده خاطر دیگه مردم از ما پرسان میکنن ما از اینجا از چندین نفر عضو دیران جرگه هستن پرسان کردم they can't satisfy my بله ما براتون تشریح میکنم از اینکه ما کل مصارف خود ما از جیب خود تا بالا پیش بردیم و حال چون این موضوع بسیار وسیع شده ما کمک کار داریم کمک خوارا برادرای ما اکانت داریم شما اکانت در تلویزیون میبینین و در این شما میتونین که از کمکتون به تلویزیون پیام افغان ساعتا را بخورین اما تو که ما شما تشریح کردم بازی اکانت در دسترستون در وبسایت ما در دسترستون قرار میگیره و تماما مصارفش در کجا مصرف میشه ایره به دسترس شما قرار میتونم ما شما را در هولد میدادیم شما در دفتر شما را پیک اپ میکنه خواجان باز ما با شما شخصا تلفن میکنم همراه شما صحبت میکنم بله ما در آلمان زندگی میکنم و دوم میخواستم براتون بگم که یک زنا را اینجا زیاد در میتینگ ها که میشن یا به باره اساس موضوعات که گپ میزنن زنا رو زیاد پیش نمیکنن یعنی پرسان نمیکنن یا چی رای ماست یعنی ما چی میخوایم advice or anything else هیچ پرسان نمیشه شما میبینین که در تاریخ زنا همیشه اکتیو پرسن بودن همیشه از وقتی به حساب اسلامیک هیستوری از وقتی از نور سلام بگیرین تا بالا همیشه زنا پیش بودن زنا همیشه خدمت کردن ما گفتم اگر شما سر این موضوع هم یک دفعه ما صاحب اگر شما ببینین که خانم صبا معاون رئیس دیران جرگه هالند است در خود جرمنی هم همشیرای ما بسیار فعال هستند در خود واشنگتن رئیس شورای دیران جرگه در واشنگتن همشیرای ما هستند ما اصلا اولیت به خانما میتیم بعد از او با برادرای ما اگر امکانش باشه چون ما فندریزینگ میکنیم یک وقت محدود داریم شما میخواین چقدر کمک کنین با ما خواجان گل ما ایره امروز خود ما چیز کردیم مطلب دیسکس کردیم پول که فاینال شده باید حتما براتون معلومات میتیم براتون خبر چیز میکنیم یا ایمیل براتون روان میکنیم یا پس براتون زنگ میزنیم در اکانت ما اکانت نمبر هرچی شما رو نوت کردیم خواجان اینا شما رو در آفیس میمونم که شما معلومات میگیره باز ما به شما تلفن میکنیم یک دقیقه صاحب اوکی امولا اینا بار دارین صاحب دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است امر کنین صاحب بله خیر اگر فندینگ است مالا خود خجالت میکشین چون کمک کردن نمیتونیم خود یک 20,000 پوند کردار سی یه پدرات و باقو لقمانه پولی مالا خورده قدیم 4 سال شده قاضی صاحب شما کمک کردین زنده باشین در وقتی که ما جرگه لندن دایر کردیم شما کمک کردین خدا شما رو خیر بده های متین است ماستم صاحب شما ندیدین مالا نشد پیشتر کسی دیگه و دست معافی میخوایم زنده باد که پروگرامتان خوب است انشاءالله تا 2014 شما صدایتان به کل دنیا میرسه از یک طرف از سکر انشاءالله بخیر تغییر که آمد مشکل شما و دشمن شما دیورند این جمعیت و نظار است این گلوشتن که جمع کنه تعلیم کنه شما استاد میشه شما قوی میشه و 100% تا 2014 شما تاجدار دیورند خط است و یک اشتباه شده آقای متین مر بخالم با غلط کردیم یا آقای خطاب صاحب شما پردا گفته بود 9 بجه 1 بجه به وقت امریکا نه خیر امروز گفته بود امروز صاحب ما بس 2 سال زنگ زدیم که برادر خو نام غلط کرده ولی خو صدا تکرار پس میشنوه خب قاضی صاحب والا چند ما کمک میکنی برادر ما والا خو ما گفتم که پیشته که ما خلق کس دیگه کوشش کو داسمانه می خجالت میکشین که چرا کمک خیر صاحب تشویش نکنید شما کمک کردین صاحب بگو لغمانیا پیسه کلی مال خورده کثیفه دولت صاحب خجالت میکشیم از ما را عفو میخوام وقت نمیگیریم تشکر ما از پندیزینگ ما خبر نداشتیم زنده باشید تا دعا میکنه شمشیر میگیریم سر کرزی کثیف جواب جواب خطا چه ندادو تشکر قاضی صاحب باز من کتون گپ بزنم بدین الله زنده باشید صاحب زنده باشید السلام صاحب دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون امر کنید صاحب السلام علیکم متین صاحب امیر خان خبره کوم امیر خان صاحب سلام علیکم څنګه صاحب تبتون خدي صاحب څومره تاسو صاحب موږ سره مرسته کوي صاحب شکر الحمدلله متین صاحب تاسو کامیابی غواړو متین صاحب ما یو پښتنه و دا پروګرام به شروع نه دا ورغله تاسو چې کومه جره دا مظاهره کړې و په المان کې په جرمني کې دغه کې تاسو څومره مطمئن یې څومره ګټور یې دوی څه تاسو ته ګډګیرنه درکړه چې تاسو سره
په دې کې د افغانستان سیاستپوهان هم تاسو سره په یوه خوله شوي دي که په دغه مظاهره باره کې لږ معلومات راکړئ یا تاسو پیدامن په دې کې خوشحال وایه که خوشحالي م په نصیب وه که بدبختي بخښنه غواړم څه نه ډېره ښه و ماشاءالله ډېره ښه و ډېره خوښه یم ماشاءالله ټولو خلق موږ سره خدمت مرسته کوي ټولو پوهان دانشمندان موږ سره یو ځای دی ملي اشخاص موږ سره یو ځای دی ورور جان غمی خان تاسو مرسته کوي یا یوازې سوال لرئ نه بالکل زه درته حاضر یم مرسته هم درته کوم انشاءالله زه درته حاضر یم صحیح ده انشاءالله که تاسو ما ته په خپله تلیفون درکوئ ورور جانه ما نمبر 041 جرگه صدیق متی در خدمت از امر کنی صاحب. بله سلام علیکم متین صاحب مشتری گپ میزنم. خانم صادق چال دارین خوار جان گل امر کنی صاحب. تشکر. میبخشید من میخواستم به جرمنی که یک شورای سرتاسری که دایر شده بود. بله. ترکیه از یا چی میگن ترکیه اختیاراتشون و مسئولیت‌های از یا من میخواستم بفهمم. امکان داره که خورجان ما پس به شما تلفن کنم معلومات رو ندادین به دفتر باز ما به شما پس تلفن میکنیم گپ میزنم حال وقت کم داریم میخوایم فندریزینگ کنیم برای فعالیت‌های آینده خود باز کل معلومات رو به شما صحبت میکنم کتان سلامت تشکر زنده باشین صاحب بسیار لطف کنین صاحب دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است امر کنین صاحب سلام و احترامات خود خدمت شما آقای متین تقدیم می‌دارم سلام بیادر گل چی حال دارین صاحب شما خوب هستین اسم مبارکتان صاحب باشین خداوند کریم شما را موفق و کامیاب داشته باشه زنده باشین که کمک و مرحمت شما صاحب اسم مبارکتان صاحب رئیستم از دانمارک شما را زحمت دادم پیشتر اشعار آقای مالیا را شنیدیم بسیار اشعار زیبای خواند و ما هم انشاءالله چیزی که از دست ما بیایه کمک میکنیم دریغ نمیکنیم انشاءالله شما میخواین از طریق کریدت کارت کمک کنین یا با ما روان میکنین پیسه ما خو از این چی نداریم آقا جان نظمی چی میگه کریدت کارت ندارین چی بلاستم چی که چوزرکایی نداریم از طریق خب چی روان میکنیم شخصی روان میکنیم خب تشکر صاحب آدرس ما اکانت بانکی آدرس ما در صفحه تلویزیون صاحب رئیس صاحب چند شما کمک میکنیم ما دیگه ما صاحب یک متقاعد هستم مرش که از دست ما پورا بود زنده باشین رئیس صاحب بگو اگه زحمت نشه می تلفن تو ما بگیرم اریا کدش هستیست
دیورند جرگه صدیق متین در خدمت است، امر کنید صاحب. صاحب عرض سلام و ادب خدمت خودت و تمام شنونده و بیننده. دیورند جرگه صدیق متین در خدمت است، امر کنید صاحب. گپ میشنوید متین صاحب؟ و بفرمایید صاحب، صحبت کنین. ما از اولتر از باش که تلفن از پخش کنم میشه بزنم. متین صاحب؟ بله بفرمایید صاحب. ما از اولتر از خودت که به این حوصله خلل ناپذیری موضوع را پیش میبری از تشکر میکنم و همچنان از برادر گرامی آقای مالیار قاصد که با شیرهای مسافرینش همیشه همون تاریخچه خط دیورند روشن نگاه کرده. ما از همین قلب ازش تشکر میکنم و از خداوند موفقیت های بیشتر برش میخوایم. زنده باشین صاحب. ما خدمت وطنداران خود بگوییم که کل افغان ما میفهمه خصوصا در اواخر که پاکستان از مبعد و تاسیس خود یعنی از 1947 تا امروز افغانستان از در مخاصمت پیش آمده و در هر موقع اینا در قراردادهای خود افغانستان خیانت کردن. بله. چنانچه کل مردم افغانستان شاهد است که بعد از تجاوز اتحاد شوروی در سال 1978 اینا 1 میلیون نفوس ما را در خاک خود مانی پشاور اجازه اقامت داده بودن، اما در حقیقت اینا میلیون ها دلار از امریکا، غرب و ممالک عربی گرفتن و به اصطلاح از گو غبی بر سران مجاهدین متبقی را کل در جیب خود انداختن. قیام صاحب اگه امکانش هست که اگه اول ما فندریزینگ میکنین امکان شوه که بعد از ختم برنامه یک صحبت‌هایتان کنین که میال خورا و برادر تلفن میکنن که فندریزینگ کنیم ما. بسیار خوب. برای اینکه وقت ضایع نشه من نمره اکانتان که در روی پرده تلویزیون انداختین را گرفتیم، یک $5000 ما در اکانتان روان میکنیم. اگر نمره تلفن رو میگیری که نمره تلفن من برات بدم. من باشه ما تلفن دارم، تلفن ما رو بتین صاحب. بله بفرمایید. ببخشید که تلفن رو گرفتم. $5000 در اکانت لطف کنید صاحب. دیورند جرگه صدیق متین در خدمت امر کنید صاحب. بله سلام علیکم برادر. خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ خیر خیرات؟ تشکر، زنده باشین. شما اسم مبارکتان صاحب امر کنین. اسم مبارکم جاوید هستم، از لندن زنگ میزنم. جاوید جان شما چند میخواین کمک کنین با ما؟ ما یک دیگه و قضیات واسه ما نمیرسه، یک 500 روپا میتونیم 400 روپا. زنده باشین جاوید جان گل. شما میتونین که کریدت کارتتون رو بتین؟ شما میتونین که با تلویزیون پیام افغان شما میخواین 500 پوند روان کنین یا $500؟ از برادری که پیشتر تلفن کرده بود ببخشید که تلفن قطع شد. ما معذرت میخوایم. موضوع مهمی است که
اگر ما اتفاق کنیم میتونیم با شکل بسیار آسان این مشکل ملی خود رفع کنیم. چیزی که خداوند جل جلاله امر کرده در قرآن مجید که ظالم باید برای مظلوم ظلم نکنه و اگر مظلوم از حق خود دفاع نمیکنه عین گناهی که ظالم مرتکب میشه مظلوم هم میکنه. دیگه به این ترتیب شما ببینید که عیسی یگانه هدف داره، هدفش است که بالای مردم افغانستان ظلم کنه و افغانستان تمام مردمش به خاک خون بکشونه. دیورند جرگه صدیق متین در خدمتتون است، امر کنید صاحب. بله ما انتظار تلفن‌هایتان هستیم و می‌خواهیم که با اصطلاح فندریزینگ کنیم که بتونیم همین پروگرام‌های 2013 را به اصطلاح پیش ببریم داخل افغانستان و در اروپا. پلان‌هایی که انشاءالله سرنوشت افغانستان تعیین خواهد کرد و ما از تمام برادران و خواهرای خود توقع داریم که و ما تلفن کنن و ما کمک کنن. بله بفرمایید برادر گل، ببخشید کمک تلفن کمک مشکلات کرد. سلام علیکم. از کوچه صاحب هستم صاحب سعودی عربستان خدمتتون صاحب که تقدر میزنیم نمبر ما نمیشته خب از ما پسان که تقدر میزنیم خب نمبر تلفنتون بتی برادر؟ خب 05 66 دو 3 دفعه دو پرکو دو بله 418 خیلی نمبری ما باز ما هر وقت تو ما چیز کردیم ما در امیجه در سعودی عربستان هستیم بنام ملک حاجی دوتانیوال کوچه هستیم در پاکستان بندی بودیم بسیار وقت باز ما که تو بسان به تماس میشویم. امی نام مکملتون چیست بیادر گل؟ نام ما حاجی دوتانیوال کوچه حاجی دوتانیوال کوچه نمیشتر. بله کوچه صاحب. کوچه صاحب امی ریا کوچه مربطی بیادر ریا کوچه مربطی اگر ما در شما ما گفتیم که بس هر وقت فارغ شوی بس ما که تو به تماس میشیم انشاءالله ما کمک میکنیم و هر وقت ما چندی ساعت بانی و مرضی بانی غیره تو که تو انشاءالله استاد میشیم تا وقت اخیر کسی دم تجانی ما بود ما که تو استاد میشیم. زنده باشین باز ما که شما در تماس میشم لطف کردین بیادر گل. السلام علیکم. دیورند جرگه صدیق متین در خدمتتون است، امر کنیم بیادر گل. نام خدا بگو دگام کو حالا دیدی که عیسی کلش با پشک بدین انشاءالله موش میشین موش هم شدین باز دمتون میگیریم برای چاینیزا میتونن که قتل اومین پخته کنیتونه. دیورند جرگه صدیق متین در خدمتتون است، امر کنید صاحب. بله سلام علیکم. السلام بیادر گرامی، اسم مبارکتون از کجا تلفن میکنید صاحب؟ ببخشید نجیب هستم، ما شما را لندن زمان دادیم. نجیب جان گل چی حال داریم بیادر؟ چند با ما کمک میکنیم بیادر؟ تشکر. ما ببخشید ما پیشتر تلویزیون روشن کردم. خب همین پروگرامتون دیدم. ما نمیفهمم که همین جرگه بچه خاطر است و همین پول شما بچه خاطر میگیریم. ایره ما میگیریم پولا که مصارف تلویزیونی خود برنامه‌های تلویزیونی خود و مصارفی که در داخل افغانستان و در اروپا جرگه و مظاهره و یار دایر میکنیم این پولا به مصرف دیورند جرگه میرسانیم. بسیار خوب. ما این یک نمبرتون رو گرفتیم. خب انشالله ما فردا چند شما روان میکنین؟ ما 400 پوند ورد کمک میکنم. 400 پوند؟ بله. زنده باشین نجیب جان گل. همین تلفنتون خب مربطی لالا 0044 985 امر کنید صاحب. سلام بیادر، ما صادق هستم از ویرجینیا که تنده تماس شدم. السلام علیکم خوار جان، چی حال دارین صاحب؟ شما خوب هستین؟ از ویرجینیا صادق جان امر کنید صاحب. ما میخوام در پروگرام شما در دوره ملی وطن سر کمک کنم در حدود $4000.
$4000 تشکر. شما چطور با ما روان میکنید؟ اکانتتون گرفتیم، مستقیم در اکانتتون به من دیروی میکنم. خب زنده باشین. امکان داره که من تلفنتون رو بگیرم؟ بله تلفن ما کوشک وار داریم. خب تلفنتون رو مرا بتین صاحب. خب بسیار خب. بله گوشک ما گرفتیم. بله بسیار زیاد تشکر همشیری محترم. ما که شما را تماس میشم. لطف کردید صاحب. السلام علیکم صاحب. ما از همشیری گرامی خود بسیار قلبم تشکر میکنم که در حدود 4000 با ما کمک کردن. خداوند کمک دانه در بار خود قبول کنه. هدف ما هدف موازی است. مبارزه در مقابل بی‌عدالتی پاکستان است و میبینین اگر پاکستان همسایه ما نباشه این مشقت و مشکلاتی که مردم افغانستان دست پا نرم میکنه این مشکلات نخواهد داشت که مردم افغانستان و دیگه افغانستان اگر افغانستان مرفه و آرام خواهد بود. اما چون میگن که میراثخور خو میبره مختخور نه، چون از دوران جهاد تا بال پاکستان آموخته شده که از خون مردم افغانستان تجارت کنه و امی تجارت آموخته شده و این میخواهد دوام بده. ما این از بین میبریم انشاءالله. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان امر کنیم محترم. بله صاحب امر کنین. بله برادر گل اسم مبارکتان از کجا تلفن میکنین؟ ما از عربستان سعودی میکنم. حاجی گل محمد هستم. حاجی صاحب گل یاد نره که بدر ما را در مکه معظمه دعا کنی. بدر چند با ما کمک میکنی حاجی صاحب؟ میخوایم یک $3000 کمک کنم. $3000 کمک کنین. خدا خیرتان بده. باشین که می تلفنتون ما بگیرم. حاجی صاحب گل می تلفنتون مرا بتی بدر. حاجی صاحب تلفنتون مرا بتی بدر. خب بگین. کد نمبر شما را بتین. بله بفرمایید صاحب. بله 966. بله 55 گرفتم. بله 25. خب ما بر شما پس حاجی صاحب بر شما تلفن میکنم، باز شما در تماس میشم. بر شما کردیت کارت دارین یا از طریق وسترینیان روان میکنین؟ خب در اکانت روان میکنین. زنده باشین حاجی صاحب گل. خدا خیرتان بده. کمکتان صدقه تان خدا به دربار خود قبول کنه. حاجی صاحب گل بسیار زیاد تشکر برادر گل. السلام برادر. السلام. روی تمی بوسیم برادر. السلام علیکم. حالا شما خوب بخیر هستین؟ زنده باشین. صافی هستم از آلمان. اسم مبارکتان؟ صافی صاحب چند شما میخواین با ما کمک کنین صافی صاحب؟ من اول از شما ببخشید یک سوال داشتم که کمک به خاطر چی است؟ میتونم بپرسم؟ 1000 دفعه صاحب. کمک برای
فعالیت‌های دیورند جرگه، برنامه‌های تلویزیون قرار که من پیشتر تشریح کردم، این پروگرام‌های مظاهرات در سرتاسر اروپا و داخل افغانستان، ما جرگه عمومی دیورند دایر میکنیم و تمام اقوام، سرای اقوام در داخل افغانستان ما دعوت میکنیم که اونا بیاین این مصارف نان تیار کردن برای اونا و همین تشکیلات مظاهره داخل خود افغانستانی این پولا رو ما جمع میکنیم، این رو ما مصرف میکنیم، برای از اینکه از بودجه شخصی ما بسیار زیاد است. خب صاحب، یعنی تلویزیون پیام افغان بر افغان هاست، درست است؟ بله. بفرمایید صاحب، کن سوال داشتیم ما سوالتون جواب میتونیم. درست است؟ بله بفرمایید. بله ها. از برنامه شما به نام صدای کارگر، بله، از یکی از ایرانی ها برآمده بود تلویزیون شما میگفت که حضرت محمد بیسواد است، دین اسلام دین نیست، یک زن 4 تا چیز میگیره. ما اگه کمک کنیم شما میرین 4 تا کثیف میرین در پروگرام خودتون میشانین. بیادری در پروگرام دیورند جرگه باز یک سوال داشتید شما، باز برای اون کسی که این برنامه را دایر کرده، این مربوط ما نیست. بیادر بسیار زیاد تشکر است. سوالتون ما کدام شما یک جای بالاخره یک کس داره، یک رئیس داره که هدایت میکنه، درسته؟ اینا شما که صحبت کردین آوازتون نشنید، اما کسی که برنامه داره بسیار زیاد تشکر بیادر. ما از خوارا و برادرای عزیز خود ما بسیار تشکر میکنم که شما بر ما کمک کردین. خداوند شما را خیر بده. هدف ما هدف مشترک است. ما مبارزه میکنیم در مقابل بی‌عدالتی پاکستان و این کمک شما میکنین کمک صدقه جاری است. انشاءالله ثوابش تنها خداوند جل جلاله برای شما میته. دیگه ما تنها همینقدر گفته میتونم. دیورند جرگه صدیق متین دیگه ما خواهش میکنیم از تمام خوارا، برادرای خود، برادرای بلوچ، برادرای اهل تشیع، برادرای هزاریم، برادرای سندیم، افغانای نازنین ما در سرتاسر اروپا و امریکا که با ما کمک کنند که ما بتانیم برنامه های آینده خود پیش ببریم. شما میفهمین که اگر ما دست به دست هم بتیم انشاءالله تمام مشکلات افغانستان همین موضوع خط دیورند است. اگر این موضوع خط دیورند حل فصل شود انشاءالله پرابلم ملی افغانستان و پرابلم سیاسی افغانستان حل خواهد شد و ما از شما قلبا تشکر میکنیم. ببخشین چندین تلفن آمد لاین بخیالم تلفن میکنین، تلفن ها را صحیح تی نمیکنه، معذرت میخوایم. شما میتونین که دوباره تلفن کنین. بازم میگیم که در ظرف یعنی در جریان 4 سال اولین دفعه است که ما فندریزینگ میکنیم و ما کمکای شما را کار داریم که ما بتونیم اهداف آینده دیورند جرگه را پیش ببریم. چرا این دیورند جرگه دایی ملی است، مربوط تمام مردم افغانستان است. اگر امکانش باشه که شما بتونین که کمک کنین و دیورند جرگه، ما خوش خواهد بودیم و از شما ممنون خواهد بودیم. دیگه به این ترتیب تقاضای ما است که شما تلفن کنین و با ما کمک کنین و حالا فعلا در حدود دیورند جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنین صاحب. بله
در خدمت امر کنید صاحب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر از کجا تلفن میکنین؟ اسم مبارکتان صاحب. برادر ما شهر دسلدور برتون زنگ میزنم. من اینجا کنترلتان گرفتیم. از خیرتان ما یک مقدار پول داریم براتون این حواله میکنیم بخیر. خب بسیار زیاد تشکر برادر گل. امی اسم مبارکتان ما نگفتین. آقای رشید. آقای رشید بسیار زیاد تشکر صاحب. لطف کردین سماش. بسیار مهربانی کردین صاحب. خواهش میکنم. تشکر صاحب. روزتان بخیر صاحب. تشکر صاحب. زنده باشین صاحب. زنده باشین. امر کنین صدیق متین در خدمتتان از برادر گل. بله بله بفرمایید صاحب. امی تلویزیونتون پخش کنین برادر گلامی. تشکر لطف کنین صاحب. سم نشو صاحب. سم نشو. مشکل داری آواز لگ گنده تیت که صاحب. پروانه کی تاسو څومره مرسته کوي مونږ سره صاحب. ورجانا بفرمایئ صاحب. راضي صاحب راضي. استاد غږ راضي یا یس. ورجانا معذرت خواهیم استا غږ نه اورم صاحب ورجانا. معذرت قولم ورجانا استا غږ نه اورم. برادر گل آقای رشید بسیار تشکر از کمکتان. شما و ما از دوسلدورف کمک کردین. بسیار زیاد تشکر. اکاونت نمبر ما در موجه است. اگر شما هم اکاونت نمبر پرتین موجه کد تلفن فرزاد جان. خدمت رسا امر کنید صاحب. بله